این در نظر بگیریم که هر عضوی که توی آ هست توی بم هست. اگر تمامی اعضای مجموعه آ، خب همه مجموعه آ داخل مجموعه ب باشن، ولی مجموعه آ با مجموعه ب برابر نباشه. خب ولی مجموعه آ برابر با مجموعه ب نباشه، چه اتفاق میفته؟ بهش میگن زیر مجموعه اکید. خب زیر مجموعه اکید بودن دو تا شرط داره. یک، تمامی اعضای آ باید در بی وجود داشته باشه. دومین شرطش چیه؟ میگه که حداقل یک عضو در ب باشه. پس حداقل یک عضو در بی باشد که در آ نباشه. اگه این دوتا شرط رو داشته باشه بهش میگن مجموعه اکید. خب چجوری نمایشش میدن؟ میان مینویسن آ زیر مجموعه اکید ب. اون خطی که این زیرش بود رو دیگه نمیذارن. خب یه سری جاها وقتی که میخوام بذارن اصلا اگه دیده باشین اصلا این خط زیر رو خیلی جاها نمیذارن. خب مثالش چجوریه؟ ما میگیم مجموعه ب ما مساوی با 1 و 2. مجموعه آی ما برابر با چی؟ 1 و 2 و مجموعه 1 و 2. یه مجموعه میتونه یه مجموعه دیگه تو دلش داشته باشه دیگه، اتفاق خاصی که نمیافته. پس میایم میگیم که مجموعه ب من مساوی با 1 و 2، مجموعه آی من برابر با 1 و 2 و مجموعه 1 و 2. خب اینجا نگاه کنید، شرط اولم تمامی اعضای آ باید در ب وجود داشته باشه. نگاه کنید تمام 1 و 2 که میخوام که توی ب باشه داخل آ هست. ب من زیر مجموعه اکید آه. خب همشو داره، ولی توی آ ما یه دونه عنصر، یه عضو بیشتر از ب داریم. خب حالا فرض کنید که ما یه مجموعه داریم مثل سی. مجموعه سی من شامل 4 5 و 6. یه مجموعه دیگه دارم مثل دی. مجموعه دی من شامل چیه؟ 4 5 و 6. میخوام ببینم این مجموعه که سی و دی هست آیا مجموعه اکید میتونم بگم؟ میتونم مثلا بگم سی زیر مجموعه اکید دیه یا دی زیر مجموعه اکید سیه؟ خب بررسیش میکنم. شرط اول گفته تمامی اعضا باید اون یکی باشه. شرط اول 4 5 6 4 5 6 هستش. خب شرط دوم که حداقل یک عنصر یا یک عضو در بی باشه که در آ نباشه. اینجا نگاه کنید هر دوتا با هم دیگه برابرن. شرط اول برقراره، خب ولی شرط دوم برقرار نیست. پس نمیتونه زیر مجموع اکید همدیگه باشن. خب حالا خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که هر زیر مجموع اکید دارای تعداد اعضای کمتری نسبت به مجموع اصلیشه. این اولین خاصیتش. خاصیتش چیه؟ 1. هر زیر مجموع اکید دارای تعداد اعضای کمتری نسبت به مجموعه اصلیه. دومین خاصیتش چیه؟ دومین خاصیتش میگه مجموعه تهی همیشه یه زیر مجموعه اکیده. خب پس می نویسیم مجموعه تهی
یا این شکلی نشونش میدیم یا این شکلی، فرقی نمیکنه، ولی نمیتونیم توهی رو داخلش بذاریم. مجموعه توهی همیشه زیر مجموعه اکید از هر مجموعه است، به شرطی که اون مجموعه غیر خالی باشه. چرا خیلی خالی باشه؟ وقتی که خالی باشه میشه توهی. توهی برابر میشه با خودش، چون یه عضو قرار شد که بیشتر داشته باشه، پس اون شرط دوم برقرار نمیشه. خاصیت سومش میگه هیچ مجموعه‌ای نمیتونه دیگه زیر مجموعه اکید از خودش باشه. سومی، هیچ مجموعه‌ای نمیتواند یک زیر مجموعه اکید خودش باشد.